اگه زیر 18 سالی این پست نبینی، اگه بالای 18 سالی یک کپسول آتش نشانی بذار بغل تو بشین پایتی. ماهی سمنگور برای کسایی که عصای دست مخوان. خشخاش هرات برای آرامش روح و روانت. این جینسینگ بریزی رو خاک مکنش سنگ بخارا. الغوزت درست فوشه ولی گرانترین آجیل دنیاست. گرده نخل خرما مرده از زنده میکنه. معجون 10 گرمی کردی خودمان. زیر سیاه با 10 کیلو عسل کرمانشاه میشه معجون رستم. این معجون رستم که آتیشت میزنه. روغن کرمانشاهی باید از یک کرمانشاهی بخری، چه گاوی چه گوسفندی. ما اینجا هر داروی گیاهی یا ادویه‌ای که بگی داریم، از زرشک سیاه یا حتی گلنار فارسی، بلنجان، سولنجان، بلوس، خرنوب. عطاری کرمانشاهی ولیعصر قصرالدشت نبش کوچه 26 غیر از اون معجون رستمشون هر چی دلتون بخواد اینجا پیدا میکنید. اگه زیر 18 سالی این پست نبینی، اگه بالای 18 سالی یک کپسول آتش نشانی بذار بغل تو بشین پایتی. ماهی سمنگور برای کسایی که عصای دست مخوان. خشخاش هرات برای آرامش روح و روانت. این جینسینگ بریزی رو خاک مکنش سنگ بخارا. الغوزت درست فوشه ولی گرانترین آجیل دنیاست. گرده نخل خرما مرده از زنده میکنه. معجون 10 گرمی کردی خودمان. زیر سیاه با 10 کیلو عسل کرمانشاه میشه معجون رستم. این معجون رستم که آتیشت میزنه. روغن کرمانشاهی باید از یک کرمانشاهی بخری، چه گاوی چه گوسفندی. ما اینجا هر داروی گیاهی یا ادویه‌ای که بگی داریم، از زرشک سیاه یا حتی گلنار فارسی، بلنجان، سولنجان، بلوس، خرنوب. عطاری کرمانشاهی ولیعصر قصرالدشت نبش کوچه 26 غیر از اون معجون رستمشون هر چی دلتون بخواد اینجا پیدا میکنید. اگه زیر 18 سالی این پست نبینی، اگه بالای 18 سالی یک کپسول آتش نشانی بذار بغل تو بشین پایتی. ماهی سمنگور برای کسایی که عصای دست مخوان. خشخاش هرات برای آرامش روح و روانت. این جینسینگ بریزی رو خاک مکنش سنگ بخارا. الغوزت درست فوشه ولی گرانترین آجیل دنیاست. گرده نخل خرما مرده از زنده میکنه. معجون 10 گرمی کردی خودمان. زیر سیاه با 10 کیلو عسل کرمانشاه میشه معجون رستم. این معجون رستم که آتیشت میزنه. روغن کرمانشاهی باید از یک کرمانشاهی بخری، چه گاوی چه گوسفندی. ما اینجا هر داروی گیاهی یا ادویه‌ای که بگی داریم، از زرشک سیاه یا حتی گلنار فارسی، بلنجان، سولنجان، بلوس، خرنوب. عطاری کرمانشاهی ولیعصر قصرالدشت نبش کوچه 26 غیر از اون معجون رستمشون هر چی دلتون بخواد اینجا پیدا میکنید.